مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقت در شهر خوروگ ثمره دوران صایب استقلالی جمهوری تاجیکستان به حساب رفته در تعلیم و تربیت نسل سازنده مقام ارزنده دارد. در برابر تامین مؤسسه ها با تکنیک و تجهیزات معاصر به استراحت و فراغت طالب علمان نیز توجه خاص ظاهر کرده می شود. طول 8 سال است که من در اینجا کار و فعالیت می کنم. در تربیت ما در خوگو 135 نفر تربیت گیرندگان هستند. این تربیت گیرندگان از همه نوعه در اینجا استقامت می کنند و در مکتب تحصیل می کنند. خوابگاه ما از 4 آشونه عبارت است و ما در هر یک آشونه ما طولورو خونش داریم. در طولورو خونش مربی‌ها با تربیت گیرندگان به درس تهیه‌کنی مشغول می شوند. وظیفه اساسی ما همین است که ما باید خوانندگان رو در ریحه دوستی، برادری و همدیگرفهمی تربیت می کنیم، زیرا که اینو از ناحیه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان در اینجا تحصیل علم دارند. در خوابگاه مکتب پرزیدنتی برای نورسان تمام امکانیت‌ها برای تحصیل و استراحت آنها فراهم آورده شده. طالب علمان با 3 وقت خوراک گرمی سر وقت تامین می‌گردند. با استفاده از چنین امکانات خوانندگان آماده‌اند تا در از خودکنی ملکه‌های دانش سمگزار گردند. من نصرزاده طاهرشاه حبیب الله خواننده صنف 11 مکتب پرزیدنتی شهر خوروگ از ناحیه کوهستان مسجد می باشم. من طول 2 سال است که در مکتب پرزیدنتی شهر خوروگ تحصیل می نمایم. برای ما نورسان خرسندی آور آن است که در چنین مکتب زمانوی و با طلبات زمان امروزه جوابگو تحصیل می نماییم. طول 2 سال است که در خوابگاه مکتب پرزیدنتی استقامت دارم. در خوابگاه تمام شرایط ها برای ما خوانندگان فراهم است. از برادری و دوستی تاجیکان باز هم دوچند شناس شدم، چون که در خوابگاه مکتب پرزیدنتی از تمام گوشه و کنار جمهوری خوانندگان برای تحصیل فرا گرفته شدند. من سر اول منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما چنین مکتب نو و زمانوی را ساخته و به استفاده دادند که ما در این بارگاه علم و معرفت تمام علم‌های زمانوی را از خود نماییم. جامعه امروزه به جوانان و نورسان صاحب استعداد با فرهنگ و با دانش نیازی بیش دارد. از این رو نورسان را لازم است که در از خود نمودن دانش‌های زمانوی حصه سزاوار گذاشته در پیشرفت و ترقیات تاجیکستان صاحب استقلال حصه ارزنده خود را گذارند.